سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. تو این ویدیو قراره لحظاتی که جن دیده شده یا صدا شنیده رو ببینم، پس ممنون میشم لایک و سابسکرایب بیادتون نره. ویدیو اول واسه مردی که داشت با گوشی حرف میزد، به پشت سرش اتفاق وحشتناک افتاد. بریم ببینیم. و ویدیو دوم شاید باورتون نشه، واسه جنیه که قبل مؤذن داره اذان میگه با صدای وحشتناکش که مردم فکر میکردن مؤذن هست. قبل اتمام ویدیو میخوام داستان ترسناکی رو تعریف کنم که نسبتون بخونم دیگه عوض میشه. اسم داستان منطقه ممنوعه. ترسناکترین ویدیو. اینجا منطقه‌ای ممنوع است، اما بسیاری از ماجراجویان به دلیل داستانهایی در مورد اشباحی که در جنگل‌های این منطقه پرسه میزنند به این ناحیه وارد میشوند. بر طبق شایعات این نقطه به واسطه نجیب زاده انگلیسی و یکی از نیاکان برادران دادلی از ساکنین این شهر نفرین شده است. در انگلستان اداموند دادلی به دلیل توطئه علیه شاه هنری هفتم تبعید و مورد نفرین قرار گرفت. بعدها این نفرین همراه خانواده او به نیو انگلند آمده و راهش را به این شهر نیز باز کرد. بسیاری میگویند پس از آن که این خانواده در شهر مستقر شدند، حوادثی مرموز همچون قتل‌ها، خودکشی، بلایای طبیعی، تصادفات مرگبار و ناپدید شدن افراد در این ناحیه رخ دادند. ممنون میشم نظرهاتون رو داخل کامنت ها بنویسید. اگر خاطره و یا داستان ترسناک دارین حتما بنویسید، چون که قرار ویدیو بعدی درباره خاطره ترسناک شما باشه. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.